مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که روزهای 19 و 21 ایول سال 2024 در 3 صدمه در راههای جمهوری 3 نفر از جمله یک دخترچه نابالغ 9 ساله جان باختند. از جمله روز 19 ایول سال 2024 تخمینا ساعت 17:00 دقیقه راننده ماشین تمغه اوز شریپوف صدرالدین سال تولدش 1999 ساکن نویه تاجیک‌آباد هنگام حرکت در روی کوهی نوهموار جماعت دیوت نوروز نویه لخش از اوده دوره وسطای نقلات نبرآمد است و ماشینش به شقاری 14 متر چپه شده آتش گرفته است. در نتیجه راننده شریپوف جراحت‌های گوناگون جسمانی برداشته. مسافری او شریپوف عمرعلی سال تولدش 1971 ساکن نویه لخش قسمت زیاد بدنش سوخته است. او را در حالت وزنین در بیمارخانه بستری کردند ولی شریپوف عمرعلی در بیمارستان جان داده است. همین طور روز 21 ایول سال 2024 تخمینا ساعت 15:00 دقیقه راننده ماشین تمغه اوپل استرا تقای فخرالدین سال تولدش 1982 ساکن نویه دنغره در روی اتومبیلگردی حدود دهه هلال نویه مذکور از اوده دوره وسطای نقلات نبرآمده پیادهگرد نابالغ میرزازاده معوش امریدین سال تولدش 2015 ساکن نویه مذکور را پخش کرده است. در نتیجه دخترچه در جای حادثه به هلاکت رسیده است. بازم روز 21 ایول سال 2024 تخمینا ساعت 13:30 دقیقه راننده ماشین تمغه تویوتا کامری کولیف نوزم جان سال تولدش 1997 ساکن شهر ترسونزاده هنگام حرکت از سمت شهر دوشنبه به سمت شهر ترسونزاده در حدود جماعت دهات چست نویه شهر نو از اوده دوره وسطای نقلات نبرآمده پیادهگردان قربان و صدفای سال تولدش 1972 و دخترش سید و سومن سال تولدش 2002 ساکنان نویه شهر نو را پخش نموده است. در نتیجه قربان و صدفای جراحت‌های وزن جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است و دختر او سید و سومن با جراحت‌های جسمانی در بیمارخانه بستری گردیده است. اوید بین حادثه و تحقیقات ادامه دارد.